شنگ جندول یرگن دا عثمان تشکیشی باشه همسایه زمان در کجایی؟ امشا اینا مبارک شما رحمت شما دا مبارک شما چه موجودی؟ هم بپرشید خط توزگی خونه را دیدیم منم نه هدنگم بیمار خونه میرم هدنگم امی سهر دو دوایی انگم دا عثمان چی تیجی بدوکی تشویشی دا پیگم ختم فهمیدی؟ همون دو دوایی انگم برای خواب بدور کرد اینجا اختی؟ اون که در کجا تنجی هست همین تنجی که باشه جنگ جنجام میشه چی کم بشه او میگه خیلی در همین روز عید ما نفر همین روز جواب ما بوده که بودیم یک همسیمتون را تبریک کنه او یک کش تواره بینیمش رو کن تنوضیح کنه نمیگه شو میگه برای پرستار رو بشو دیگه توقع بشو خدا بوده رو برو صدقه این چه میگه میگم دین بطه میسوده حتی اگه زنک خاک ابراهیم جان این روزه در سری مایکو خدا در اگم سری مرده کمی فیض آباد نیارم ای دسته ای گفته همین زنک گفت این ربی دسته رو دو نمون اصلا برای تبریک سم نکرد نکن توفا تم ندو چی؟ توفه؟ او توفه در هشتمی مرد در این بیسایی باید جگام زنک توفه نمیرسه اگه جا توفه میکنم تون تلقه باید داشت بر میگم که سید سالی انگم برای هر جایی رفت است گولم پس نشست دو چی؟ دو بزنم نه عبر رو گرفتم همین کرامتی روز در جکی یک شما این سمایو میگریزم میخوای که خلاص شد آن کی بشیدم ایستر رفت بدون ابراهیم جون آرزوی یکم رم همیه انا بی حاضر آمد کو شیک کنی گفته تمام کروش جانت چه خیلی؟ بگو ما همچون مردک خانه از این روز فرمانده که تمامی کاروبار خانه رفت چین پخت پس تمامی کاری خانه در اختیار خطه مردک بگی نترس هی چه میشه؟ چه میشه نترس همش چیه بگو در میون چیه من نیاکی چونه سرا نترس خدا مردک بگی مرد باید مرد باشد سردار آیله باید سردار آیله باشد فهمیدی؟ بگم با فهمیدی محصتی دادگی این روز هم نموندم نه من میرم این خانه رو در نور رفته ما چی گفته بودو؟ من چی گفتم؟ برای چی خانه رو در نور رفته؟ تو تو نفهمیدستی؟ این باید بالا تردیدستی این روز ترشیده نفهمیدستی که بس! گپی سرداری آیله یک تا از همون عبارت سر کردن همه کاروبار خانه همچون زنی خانه با بوده شماست نفهمیده باشی نقص گوش کن همچون زنی خاندان از همین روز سر کرده شست و شوی پخت و بست تمام کاری خانه با بوده شماست فهمیدی تو؟ فهمیده باشی انا کجا رو بگی بگیرم و کار خانه رو سر کن کمی سرداری آیده یک تا سر کن سلام نسبت مرد خانه به حرمتی کرده
مهرون بچه که دست زنم بیا کن تکان بگیری سمک